ماسکای خونگی یا سالاد میوه؟ طبیعت رو به صورتت نمان. وقتی یخچال با آزمایشگاه اشتباه میگیری نتیجهش این میشه که میبینی. قبل از استفاده از ماسکای خونگی هشدارایی وجود داره که دونستنش ضروریه. چالش‌ها و عوارض احتمالی و نکات ایمنی در مورد استفاده از ماسکای خونگی و حتی جایگزیناش رو اینجا بهت میگم. تو این ویدیو راجع به انواع اقسام ماسکای خونگی براتون صحبت میکنم. فواید و مضراتشون رو بهتون میگم. با ماسکای لابراتواری یا همون آزمایشگاهی هم براتون مقایسهش میکنم که ببینیم اصلا کدومش برای پوستمون بهتره. طبق قولی که تو ویدیو قبلی بهتون دادم، آموزش‌های تخصصی من به عنوان یه مدرس رسمی حوزه پوست داره شروع میشه. موضوع مورد نظرت رو انتخاب کن. پرطرفدارترینش موضوع بعدی ویدیو ماست. استفاده از مواد طبیعی برای پوست همیشه چالشایی به همراه داره که ممکنه خطراتی هم داشته باشه. اولیش عدم استریل بودن مواد طبیعی مثل تخم مرغ یا عسل یا ماست ممکنه حاوی میکروارگانیسم‌هایی باشن که در تماس با پوست ایجاد عفونت یا التهاب کنن. مورد دوم تفاوت نوع پوست است. موادی که ممکنه برای انواع پوست مناسب باشه برای پوست‌های حساس یا آکنه‌ای مضر باشه. مورد سوم عدم تعادل ترکیبات. موادی مثل لیمو که خاصیت اسیدی بالا دارن میتونن باعث سوختگی شیمیایی در پوست بشن و در مواجهه با اشعه مضر خورشید فاجعه آفرین باشن. و نبود مواد پایدار کننده. ماسکای خونگی ممکنه سریع فاسد بشن و خاصیتشون رو از دست بدن و مضر هم باشن. محصولاتی که توی آشپزخونه و توی یخچال هستن مواد طبیعی هستن که ممکنه خواص زیادی داشته باشن، مثل میوه ها و سبزیجاتی که آنتی اکسیدانن، آنتی باکتریالن، ضد سرطان یا آبرسان هستن. اما تفاوت اصلی ماسکای خونگی با ماسکای لابراتواری چیه؟ میخوام راز پنهان پشت ماسکایی که تو خونه درست می‌کنی و به صورتت میزنی و بهت بگم. مثلا ماسکایی که از آلوورا درست میشه. گیاه آلوورا خاصیت ضد التهاب، آبرسان و تسکین دهنده داره، اما مضراتش برای پوست میتونه خارش و قرمزی ناشی از ناخالصی رو ایجاد کنه. حالا من چرا دارم این موارد رو میگم؟ چون شما دارید گیاه مستقیم به پوست صورتتون میزنید و مواد مضر ازش جدا نشده. حالا بیاید بقیه رو گوش بدیم تا راحت‌تر بتونم براتون بازش کنم. زردچوبه خاصیت ضد سرطان، ضد التهاب، روشن کننده و ضد عفونی کننده داره. حالا اینکه مصرف مستقیمش روی پوست باعث تغییر رنگ پوست میشه، پوستت زرد میشه، ایجاد لک میکنه، حساسیت ایجاد میکنه و تحریک کننده هم هست. پیاز ضد عفونی کننده قویه، ضد التهابه و ممکنه تو مواردی از جوش هم جلوگیری کنه، ولی استفادهش روی پوست تحریک کننده شدید، حساسیت زا، بوش ممکنه پوستای حساس رو اذیت کنه، واکنش آلرژیک به وجود بیاره، حاوی ترکیبات گوگردی قویه و خیلی‌ها به خاطر ترکیبات گوگردی پیاز رو به قسمت‌هایی که قارچ زده میزنن که باعث سوختگی پوست میشه. خیار آبرسان، خنک کننده است، تسکین دهنده و حتی برای دور چشم میتونه ضد پف هم باشه به خاطر اون خنکی همیشگیش. برای پوستم کاملا بی خطر، احتمال آسیب نداره، اما اثرگذاری خیلی محدودی داره. سیب زمینی حاوی مقداری ویتامین C و پتاسیمه، تیرگی رو کاهش میده و روشن کننده پوستم هست، ولی مصرف بیش از حدش باعث حساسیت و خشکی شدید میشه. عسل ضد باکتری، مرطوب کننده، التیام بخش و ترمیم کننده قویه. حتی خیلی از افرادی رو دیدم که به زخماشون سریع عسل میزنن تا خون رو بند بیاره، اما اگه فراوری نشده باشه برای پوستای حساس و مستعد آکنه تحریک کننده هم هست. ماست روشن کننده و نرم کننده. استفاده مستقیمش روی پوست میتونه پوست حساس رو تحریک کنه و باعث ایجاد قارچ پوستی بشه. شاخ ماسکای خونگی یعنی لیمو، لایه بردار، روشن کننده است و خیلی‌ها ادعا دارن ضد جوش و مستقیم روی جوشاشون استفاده میکنن، اما اسیدیته بالا داره، باعث سوختگی پوست میشه، باعث نازکی پوست میشه، حساسیت یا لک توی پوست به وجود میاره و به شدت نسبت به اشعه خورشید حساسه. دارچین گردش خون رو افزایش میده و ضد باکتریه، ولی خود دارچین تحریک کننده است و روی پوست ایجاد التهاب و سوختگی میکنه. آووکادو تغذیه کننده، نرم کننده و ترمیم کننده است. استفادهش برای پوست معمولا بی خطره به جز پوستای مستعد آکنه که باعث تحریکشون میشه. کدو آبرسان و ضد التهابه، اینم معمولا بی خطره مگر تو پوستای حساس. چای سبز، نمیدونم چرا ماسک چای سبز وجود داره،
خود چای سبز آنتی اکسیدان، ضد پیری، کاهش التهاب، حتی برای لاغری و کاهش اشتها هم استفاده میشه. ولی استفاده مستقیمش روی پوست آلودگی پوستی و حساسیت ایجاد میکنه. یادم یه فامیلی داشتیم پوست خربزه و طالبی و وقتی قاچ میکرد برای ما میزد رو پوستش، میگفت پوستمو خنک میکنه. درسته که خنک کننده و نرم کننده است، ولی احتمال آلودگی میکروبی تو پوستتو بالا میبره. هلو نرم کننده و ضد پیریه، ولی به پوستت بزنی خارش، قرمزی و حساسیت ایجاد میکنه. رسیدیم به گلاب که خیلی‌ها روش تعصب دارن. گلاب فرش کننده و خنک کننده و ضد التهاب و ضد میکروبه. برای پوست معمولا بی خطره مگر تو پوستای حساس. خیلی‌ها هم به جای تونر ازش استفاده میکنن، ولی تفاوتایی با تونر داره. تونر pH پوستو متعادل میکنه، ولی گلاب تغییری ایجاد نمیکنه. گوجه لایه بردار و ضد جوشه. اسیدیته بالا داره، قرمزی و حساسیت برای پوست به وجود میاره. میرسیم به سیر که ضد باکتری و ضد قارچه و فیلمایی ازش پخش شده که جوشا رو سریع درمان میکنه، اما لایه برداری بسیار قوی میکنه، باعث سوختگی شیمیایی و لک دائم میشه. جوش شیرین لایه بردار و تنظیم کننده pH، ولی به شدت پوست رو قلیایی میکنه، سد دفاعی رو تخریب میکنه، خشکی و التهاب ایجاد میکنه. خمیر دندون هم بگیم تو آشپزخونه نیست، ولی محبوب خیلیاست. خشک کننده موقت جوشه. این چیزیه که بلاگرای اینستاگرام میگن، ولی حاوی فلورایده و مواد تحریک کننده داره، باعث سوختگی و لک پوستی میشه. حتی مواد طبیعی هم میتونن برای بعضی افراد مضر باشن، چون پوست هر فرد واکنش متفاوتی از خودش نشون میده. برای اطمینان همیشه هر چیزی رو که میخواید استفاده کنید ازش تست حساسیت بگیرید، چه ماسکای لابراتواری چه ماسکای خونگی، و از ترکیب اونا به شدت جلوگیری کنید. مثل لیمو، سیر، دارچین فاجعه به بار میاره. یکم هم راجع به ماسکای لابراتواری بگیم که چه مزایایی نسبت به ماسکای خونگی داره. ماسکای لابراتواری تست بالینی شدن و برای پوست ایمن هستن. مناسب انواع پوست ساخته شده، با میزان نفوذ کنترل شده و حذف ناخالصی ها. با تحقیقات علمی فراوون و تکنولوژی‌های پیشرفته ساخته شدن و اثر بخشی بالاتری دارن. در کل محصولات آزمایشگاهی و لابراتواری طوری طراحی و تولید شدن که مناسب جذب توی پوست باشن و مشکلات پوستی رو هدف قرار دادن. اما مواد طبیعی مثل گوجه و لیمو برای خوردن و هضم توی معده تولید شدن و موارد آلرژیزا ازشون هضم نشده و ممکنه باعث ورود باکتری و میکروب و آلودگی‌های صنعتی و حساسیت‌های شدید بشن. حالا چرا خوردنش بهتر از مالیدنشه؟ مواد خوراکی توی یخچال جذب سیستمیکشون بدن رو در مقابل باکتری‌ها و بیماری‌ها ایمن میکنه. وقتی یه برند معتبر یه ماسکی با عصاره تخم مرغ درست میکنه، دیگه اون چیزی که به پوست شما میرسه تخم مرغ خام نیست، بلکه پروتئین‌های مفید، آنزیم‌های فعال و لیپیدهای خاصیه که به صورت علمی استخراج و تثبیت شدن. با مکملایی مثل هیالورونیک اسید، نیاسینامید یا سرامیدا ترکیب میشن تا میزان اثرگذاریشون بالا بره و تو غلظت‌های کنترل شده و مناسب با pH پوست فرموله میشن. پس هر چیزی تو جایگاه خودش مناسبه. این شمایی که تصمیم میگیری که مواد خوراکی رو بخوری و از فواید فراوانش بهره مند بشی و ایمنی بدنت رو بالا ببری، یا ازش ماسک درست کنی به پوستت بزنی یا پوستت رو دچار حساسیت احتمالی کنی. پوست شما آزمایشگاه نیست، باهاش مثل یخچال برخورد نکنید. الان دیگه میدونی چی برای پوستت مفیده و چی نیست. یادت باشه سلامت پوستت سرمایه زیبایی توئه، پس با آگاهی انتخاب کن. اگرم موضوعی دغدغت شده توی کامنت ها برام بنویس تا راهنماییت کنم. من رویا هستم، محقق و مدرس رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور. اینجام تا کمکت کنم که پوستت زیباتر بشه. سابسکرایب کن و هیچ کدوم از ویدیوهامو از دست نده که ویدیوهای من سطح آگاهیتو نسبت به خودت و پوستت بالاتر میبره. مرسی از حمایتتون.